سلام رفقا. امروز میخواییم یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ بریتانیا رو بررسی کنیم. یه داستان که کاملا واقعی بوده. سرقت بزرگ قطار بریتانیا. این دزدی قرار شما رو شوکه کنه. همه چیز از شب معمولی شروع شد، ولی خیلی زود این شب تبدیل شد به یکی از پرسر و صداترین اخبار جنایی تاریخ. این سرقت یه دزدی ساده نبود. بیاین شروع کنیم. حالا بیاین به دزدان این داستان نگاه کنیم. این گروه یه تیم کاملا حرفه‌ای بودن، اما اگه بخوایم دقیق تر بگیم، بروس رینولدز مغز متفکر این سرقت بود. این مرد اصلا مثل بقیه دزدا نبود. یه دزد حرفه‌ای باهوش و با تجربه که همیشه یه قدم جلوتر از همه بود. همونطور که گفتم همه چیز حساب شده بود، از انتخاب زمان و مکان گرفته تا انتخاب ابزارهایی که قرار استفاده بشه. حتی پولهایی که قرار بود سرقت بشن به دقت انتخاب شده بودن. خب حالا وقتی میخواین یه سرقت حسابی رو انجام بدید، باید همه چیز رو به طور دقیق آماده کنید. این تیم دقیقاً همون کاری رو کرد که باید میکرد. از همون اول هیچ چیز به شانس ربطی نداشت. لباساشون طوری طراحی شده بودن که هیچ کس نتونه شناساییشون کنه. یه سری ابزار خاص داشتن که به راحتی هر قفلی رو باز میکرد. حتی یه سری دستگاه‌های مخصوص برای بی‌صدا کردن حرکاتاشون داشتن. یه تیم واقعی حرفه‌ای. حالا نوبت به قسمت هیجان انگیز میرسه. ساعت حدود 3 صبح بود و قطار در حال حرکت به سمت لندن. همه چیز عادی به نظر میرسید. مسافرها خواب بودن و در ظاهر هیچ مشکلی نبود، اما درست توی همون لحظه دزدا وارد عمل شدن و قفلا رو باز میکردن و پولا رو جمع میکردن. حالا نوبت به فرار میرسه. اونها باید از محل فرار میکردن. ماشین‌های فراری از قبل آماده بودن. دزدا به سرعت از قطار پایین میافتن و سوار ماشین ها میشن. اینجا دیگه پلیس هیچ شانسی برای گرفتنشون نداشت. دزدا دقیقاً بهترین مسیرها رو برای فرار انتخاب کرده بودن. دوربین‌های امنیتی بررسی میشدن. همه جا رو جستجو میکردن، اما هیچ ردی از دزدا پیدا نمیشد. پلیسا حتی تصورش هم نمیکردن. هیچ سرنخی از خود دزدا یا پولهای توی محل سرقت نبود. خب با این حال پلیسا بالاخره یکی از دزدا رو دستگیر کردن، اما سوال اینجا بود که پولها کجا رفت؟ بعضی از دزدا هنوز آزاد بودن. حتی زمانی که پلیسا فکر میکردن همه چی تموم شده، پولها هنوز پیدا نشده بود. اینجا بود که پلیسا فهمیدن این سرقت خیلی بیشتر از یه دزدی ساده بود. خب حالا نوبت شماست. چی فکر میکنید؟ دزدا هنوزم فرار کردن یا پلیسا تونستن همه چیز رو کشف کنن؟ نظراتتون رو پایین بنویسین. اگر از این نوع داستان‌ها خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. منتظر داستان‌های بیشتر و جذابتر از این باشین.